واقعا نیاز هر پوستیه. معجزه میکنه. سلام بچه ها، چطورین؟ امروز میخوام 3 ماسکی که ترکیب اصلیشون قهوه است و امتحانشون رو پس دادن تو این ویدیو بهتون یاد بدم. اولین ماسکو که بلا استثنا همتون بهش نیاز دارین، چون قراره پوستتون از این تبدیل بشه به این. این ماسک داخل بازار به بلک ماسک معروفه و برای جوشای سرسیاه روی بینی و روی گونه هاست. اما وقتی خودمون میتونیم تو خونه درست کنیم، چرا بیرون؟ تازه تاثیر مواد طبیعی نسبت به مواد بازاری خیلی بیشتره. برای این ماسک به قهوه، سیب زمینی و پودر ژلاتین نیاز داریم. بریم درستش کنیم. فقط تو این فاصله دکمه سابسکرایب رو بزن. مرسی. خب اول پوست سیب زمینی رو میگیریم، بعدش هم رندش میکنیم و آبش رو جدا میکنیم. حالا 2 قاشق قهوه با 1 قاشق آب رو میریزیم توی ظرف و به هم میزنیم. 1 قاشق پودر ژلاتین و آب سیب زمینی هم اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. حالا در ظرف رو ببندید و 1 کاسه رو پر از آب جوش کنید و اونو داخلش بذارید و بعد از 5 دقیقه اونو از آب خارج کنید. باید موادمون اینجوری شل بشه. بچه‌ها یه کوچولو بهش زمان بدین خودشو بگیره و بعد بزنید به پوستتون که نریزه. من میخوام این ماسک رو روی بینیم و روی گونه هام بزنم، اما شما میتونید به کل صورتتون بزنید، حتی باعث میشه که موهای کرکی که دارین هم کنده بشه. این ماسک یه خورده حالت چسماک داره، حتما موهاتون رو ببندید. یه نکته‌ای که راجع به این ماسک باید بدونید اینه که به صورت یک لایه نازک رو پوستتون بزنید، چون هم زودتر خشک میشه، همین که چسبانندگیش بهتره و منافذ رو خیلی بهتر تمیز میکنه. حالا 20 دقیقه باید رو پوست بمونه که کامل خشک بشه. سعی کنید این ماسک رو خیلی کم درست کنید، اندازه مصرف همون روزتون، چون سریع سفت میشه و نمیتونید نگهش دارید و بهتون توصیه میکنم که هفته 1 بار این ماسک رو امتحان کنید. علاوه بر این که جوشای سرسیاه از بین میبره، یک پاکسازی عمیق پوستی هم انجام میده به خاطر این دونه های قهوه. آب سیب زمینی هم که یک مرطوب کننده طبیعی پوسته، همین که به خاطر اون آنتی اکسیدانی که داره باعث میشه که لک ها و چین و چروک ها به مرور زمان از بین برن. خب نوبت برداشتن ماسک شد. فکر نمی کنم هنوز کامل خشک شده باشه. بالاخره خشک شد. موهای کرکی هم باش کنده میشه، ببینید. این قسمت ها رو ببینید چقدر منافذم باز و تمیز شده و نسبت به بقیه صورت هم روشن‌تر شده. حتما امتحانش کنید، عالیه. ماسک دوم برای لک، جای جوش، منافذ باز و از همه مهمتر دور چشمه. برای این ماسک هم اول از همه که به قهوه و بعد گلاب و عسل نیاز داریم. 1 قاشق قهوه رو تو ظرف بریزید، 1 قاشق گلاب بهش اضافه کنید و بعدم 1 قاشق عسل. حالا خیلی خوب همش بزنید. بچه‌ها کافئین برای دور چشم عالیه. یعنی شما ماسکای بیرونم که نگاه کنید میبینید که برای دور چشم بیشتر ترکیب اصلیشون کافئینه. گلاب روشن کننده پوسته و عسل باعث نرمی و شادابی پوست میشه. از این ماسک میتونید به عنوان یه اسکراب طبیعی هم استفاده کنید برای اینکه منافذ رو خیلی خوب تمیز میکنه. 20 دقیقه صبر میکنیم تا کاملا خشک شه. تایم ماسکم تموم شد، میرم پوستمو بشورم. من فقط یه آب زدم به پوستم. خیلی نرم و روشن شد. بی‌نظیر بود. خب بریم سراغ ماسک سوم که اسکراب طبیعی فوق‌العاده است و پوستتون رو برق میندازه. واسه این ماسک باز دوباره به قهوه لازم داریم، آرد برنج و ژل آلوئه ورا.
یه قاشق قهوه رو داخل ظرف بریزید. بعدم یه قاشق آرد برنج بهش اضافه کنید. بعد از اونم ژل آلوئه ورا. حالا یه قاشق آب بهش اضافه میکنیم یکم رقیق بشه و خوب همش میزنیم. بعد از اینکه موادتون رو با هم ترکیب کردید یه همچین شکلی داره. همونطور که اول ویدیو گفتم هر کدوم از این ماسکا رو هفته یه بار باید امتحان کنید. ولی من مجبور شدم به خاطر اینکه ویدیو بگیرم هر ستاشون رو توی روز واسهتون انجام بدم. این ماسک رو لباتون هم بزنید چون لایه برداری میکنه. اجازه میدیم که یکم بگذره و رو پوست بشینه و خشک بشه. این ماسک هم فوق العاده است چون آرد برنج هم یه روشن کننده و هم یه سفید کننده پوست صورته و همینطور ژل آلوئه ورا هم روشن کننده است و هم التهاب پوستتون رو به شدت میاره پایین. بعد از اینکه یه کوچولو خشک شد شروع میکنید به این صورت ماساژ میدید پوستتون. خیلی آروم باید این کار رو انجام بدید. 10 دقیقه رو پوستتون همینجوری ماساژ بدین. معجزه میکنه. و تمام. اینم از نتیجهش. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید و براتون مفید باشه.